در رابطه با نقش و موقع مطبوعات قهرمان تاجیکستان استاد صدرالدین عینی هنوز در ابتدای عصر گذشته چنین گفته بود: روزنامه هر قوم و ملت زبان ایشان است و هر قوم و ملتی که روزنامه ندارد گویا زبان ندارد. مطبوعات قوه بزرگ بوده قادر است پیش راهی سر زدن همه گونه پدیده های نامطلوب را گیرد. برای بالا بردن آبروی اعتبار وطن عزیزمان در سطح بین المللی سعی و تلاش نماید. بخارای شریف اولین نشریه می باشد که در قلمرو آسیای میانه تا انقلابی پره با زبان تاجیکی به تب می رسید. این روزنامه یک سال پره هم فعالیت نکرد. بعد نشر شماره 153 دوم ینوری سال 1913 بسته شد، ولی در این مدت کوتاه طور محققان ذکر کردند توانست که در فضای تاریک امارت بخارا افکار و اندیشه های تازه معارف پرورانه را میان مردم شرح و توضیح دهد و هدفهای تأسیس و فعالیتش را که با سواد و صاحب معرفت، زباندان و ادبیات دوست و خودشناس و آینده بین کردن مردم بود عملی گرداند. وقتی که ما از رشد از بخارای شریف یادآور میشویم و میگوییم که این آغاز رشد مطبوعات تاجیک بود، آغاز تأسیس یابی مطبوعات تاجیک بود، البته در همون زمان بجز از مطبوعات چیزی دیگر نبود. اما من فکر میکنم که این نه فقط آغاز مطبوعات تاجیک است، این روزی مثلا تأسیس یابی مطبوعات تاجیک، بلکه این تأسیس یابی ژورنالیستیک تاجیک است و از سوی دیگر رسانه‌های خبری تاجیک است. با شرافت استقلالیت دولتی تحت سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امام علی رحمان جایگاه اطلاعات در ساحه مختلف اداره دولتی اهمیت بیشتر کسب کرده به ساحه مطبوعات و دیگر واسطه‌های اخباری عامه اعتبار بیشتر ظاهر می‌گردد. طبق قانون جمهوری تاجیکستان درباره روزهای عید همساله در سطح بلند تجلیل روز مطبوعات بیانگر این گفته هاست: واقعا واسطه‌های اخباری عامه سپری با اعتماد دولت، دستگاه توانایی خبری، محافظ منفعت‌های ملی و امنیت دولت، تشکل دهنده افکار جامعه، ترغیبگر ارزش‌های والای انسانی به حساب می‌رود. امروز مطبوعات هم قدم حیات و جزء خیلی مهم جداناپذیر جامعه آزاد و دموکراتیک ما بوده کفالت تأمین فضای انتخاب درست موقع و امکانیت‌های وسیع را مهیا می‌سازد. بخارای شریف این نه فقط گفتیم که در بالاروی معارف، ساحه معارف پروری تاثیر داشت، من به خودشناسی ملی ما تاثیر خیلی عمیق داشت و این باعث شد که احساس مثلا خودشناسی ما زیادتر شود، بالا رود و این عنعنه‌ها حاضر هم دوام داده ایستادیم. ما شایسته قید است که جامعه دموکراتی با واسطه اخبار عامه و فعالیت پرثمر روزنامه‌نگاران نیازمند است. افزایش شماره نشریه‌ها که با رعایت گوناگون اندیشی در کشور صورت می‌گیرد بیانگر آن است که در مملکت به ارزش‌های دموکراتی ارج گذاشته می‌شود. گزارش رحمان صدیقزاد، نادر نسیمزاد، پیام روز.